بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله. دوستای عزیز و دانشجوی گیزاله و مجتهد انشاءالله. میدونم شمرویم. درس اول در ذکر کردیم بعضی فایده ها را نسبت اسم اشارت که در لغت عربی اسم اشارت 5 نموده، در زبان تاجیک از جهت معنا اسم اشارت 8 نموده. خب و ذکر کردیم که هذا اسم اشارتی مردانه، یعنی اشاره میکنه به کس یا چیزی مردانه. مثلا میگیم هذا رجل، این مرد است. هذا بیت، این خانه هست، یعنی جسم بیجان. هذا اسم اشارتی مردانه در چیزی نزدیک و مفرد، یعنی اشاره میکنه به چیزی تنها مردانه باشه، چی او جسم بیجان باشه چی انسانی جانداری عاقل. خب و ذکر کردیم که جسم بیجان وقتی به شکل جمعش اگر ما نام بر کنیم، همون ذکر کنیم نام جمعشه، اسم جمعشه زنانه میشود. بنابر اختیار میکنیم اسم اشارتی زنانه را، نمیگیم هذا بیوتون مثلا این خانه ها. اینی چی خیلی اختیار میکنیم، اینی زنانه، هذه بیوتون، این خانه هاست. خب دوام میتیم، میگم ما هذا، این چیست؟ جواب هذا بیتون، این خانه هست. اهذا بیتون، این خانه هست؟ نعم هذا بیتون، بله این خانه هست. فرق بین هذا بیتون اهذا بیتون در چیه؟ هذا بیتون جمله خبری های، ما خبر دادستیم که این خانه هست. اهذا بیتون جمله سوالی. جمله سوالی را چی چیز جمله سوالیش کرد؟ نمی همزه چی میگنش؟ همزه استفهام، حرفی هسته که وظیفش جمله خبریه جمله سوالی میکنه. و خیلی حرفا زیادن در لغت عربی، یکتش همین همزه استفهامه هسته با حرف هل، او را هم وظیفش چیه؟ جمله خبری را جمله سوالی میکنه. هل هذا بیتون، آیا این خانه هست؟ اهذا بیتون، این خانه هست؟ البته وقتی که سوال میتین سخت رابط بورین بعد چی نکنین، جمله سوالی را نخونین، یا خیلی تری میخوننده اهذا بیتون این تریش که سوال نمیتیه. در تاجیکی را وقتی که یک سوال میتی یعنی همون حرفا را زده میگی، یعنی یه نمودی میگی که نطقت به طرز سوالی میشود. همین خانه های، این خانه هست، رنگ سخت رابط بورین تست نمیخونیش. ما هذا، این چیست؟ هذا قمیص، این کرته هست. شکل جمعش چیه؟ قمصان، کرته ها. اهذا سریر، این جوگه هست؟ لا هذا کرسی، نه این کرسی است. اهذا مفتاح، این کلیت است؟ لا هذا قلم، نه این قلم است. ما هذا، این چیست؟ هذا نجم، این ستاره هست. جمعی شکل جمعش چخیل بود؟ نجوم، ستاره ها، نجوم. تمرین الاول، مشق اول. تمرین چی میشه؟ مشق اول. الکی مؤلف و ما طلب میکنه که همون ذخیره که ما کردیم، ذخیره کم که در یکم صفحه گذاشتیم، کلیت فهمیدیم چی میشه و کتاب چی میشه و درس چی میشه، الکی به حرف نه و به صورت ما را طلب میکنه که صورت دیدی به حرف بگوش، با جمله بندو بگو که چیه. میگه که ما هذا کلید چی بود به عربی؟ مفتاح. میگیم هذا مفتاح، البته اسم اشارتی را فراموش نمیکنیم، نمیگیم مفتاح. هذا مفتاح، جواب ده حتما هذا را ذکر میکنیم. هذا مفتاح، این کلید است. ما هذا، این چیست؟ هذا کتاب، این کتاب است. ما هذا، این چیست؟ هذا قلم. ما هذا، هذا باب. ما هذا، هذا بيت. ما هذا، هذا كرسي. تمرين الثاني، مشق ديوم. أهذا بيت؟ سواله، یعنی سواله که داد ما علاکه صورت نگاه میکنیم، اصلاح میکنیم. اگر که درست باشه، اگر همجا خانه میبود، صورت خانه میبود، ما چی میگفتیم؟ نعم هذا بیتون، بله این خانه است. یعنی که مادام صورت مسجد میبینیم اصلاح میکنیم، میگیم نه این مسجد است. اهذا بیتون، این خانه هست؟ لا هذا مسجد، نه این مسجد است. اهذا مفتاح، این کلیت است؟ لا هذا قلم. اهذا قمیص؟ نعم هذا قمیص، بله این کرته است. اهذا نجم، این ستاره هست؟ نعم هذا نجم. تمرین الثالث، مشق سیم. اقرأ واکتب. اقرأ واکتب، خوان و بنویس. اینا میگن فعلی امر. در لغت عربی سه نمود فعل است: فعل امر،
فعل گذشته زمان ماضی میگن گذشته و فعل آینده و حال یعنی مضارع. خب مثلا قرأ یقرأ اقرأ، کتب یکتب اکتب. در اینجا معرف میگه که اقرأ و اکتب، خوان و نویس. اینجا لکه حرکت نداره. ببینید حرف ها بی حرکتن، یعنی فتحه و کسره و ضمه نیست. همین فتحه کسره و ضمه و سکون همین را حرکت میگن. در مدرسه زبان فارسی مثلا فتحه را پیش میگن، کسره زیر میگن، ضمه را نموی مایده که چی میگن؟ پیش میگن. یعنی که این لفظا را چیکار نکنی، این اصطلاح وای نکنید، نگینی. خیلی با هم لغت عربی چی خیلی اومدگی هم خیلی باید تلفظشون کنیم. فتحه بگیم، فتحه را زبر نگیم، کسره زیر نگیم، ضمه را پیش نگیم. فتحه، کسره، ضمه. خب هذا مکتب. نیکیم نصیحت ما میگه که حرکت های ننویسه، به خاطری که در آینده وقتی که شما زبانتون برو میشه و گویا میشه مطالعه میکنین کتابا را بیشترش حرکت نداره، زیر و زبر و خودم گفتم زیر زبر نگین. خلاص همین زیر زبرش نیسته، حرکت هاش نیسته، فتحه و ضمه نداره. خب برام بخونه، بیشتر بخونه، دیاتون بگیره که چی کدام کلمه چی خیلی حرکت داره. مثال مکتبون چیه؟ میم حرکتی فتحه داره، کاف حرکتی سکونه، بگیم به حرکتی سکونه. مکتبون تا حرف تا فتحه داره، حرف با تنوین. مکتبون، هذا مکتبون. تنوین چیه؟ عباره از د ضمه یا که عباره از د کسره یا که عباره از د فتحه خونده میشه و ان این اون. مثلا حمزه قطع دو فتحه میشه و ان، حمزه قطع دو کسره میشه و این، حمزه قطع دو ضمه میشه و اون. هر حرف دیگه هم که میتونین شما تکرار کنید، بن، بین، بون، تن، تین، تون، ثن، ثین، ثون و غیرش. خلاص که تنوین چیه؟ عباره از دو شکله. هذا مسجد، این مسجد است. هذا قلم، این قلم است. هذا سریر، این جاگه است. ما هذا، این چیست؟ هذا کرسی، این کرسی است. هذا بیت، این خانه هست. لا هذا مسجد، نه این مسجد است. ما هذا، این چیست؟ هذا مفتاح، این کلید است. خب میگه که من هذا، الکی گذاشتیم چیزهای جسم بجون پرسیدن تونستیم که این چیز گفته میتونیم. ما هذا، انا که جسم جاندار عاقل ما باید بپرسیم که این کیست. من هذا میشود. من هذا. سوال من هذا، این کیست؟ هذا طبیب، این طبیب است. جمعش اطباء، طبیب ها. من هذا، این کیست؟ هذا ولد، این پسرک است. ولد پسری خورد با بلاغت نرسیدگی. من هذا، این کیست؟ هذا طالب، این دانشجو است. جمعش طلاب، دانشجوها. هذا ولد، این پسرک است. لا هذا رجل، نه این مرد هست. جمع ولد اولاد. خب میگن اولاد، اولاد یعنی خشتبارا میگن، نه که در حقیقت اولاد معنوش چیه؟ کودک ها. هذا رجل، این مرد هست. جمعش رجال. ما هذا، این چیست؟ هذا مسجد، این مسجد است. من هذا؟ هذا تاجر، این کیست؟ این تاجر است. سوداگر، تاجر. جمعش تجار، سوداگرها، فروشنده ها. هذا کلب، این سگ است. جمعش کلاب، جمعش کلاب. هذا کلب، این سگ است. صورت میبینیم که صورت پیشک چی میگیم؟ لا هذا قط، نه این پیشک است. پیشکی مرده. پیشکی زن چی میشه؟ قطتون، تای مربوطه در آخرش میگه. در اینجا تای مربوطه نیست، نه پیشکی چیه؟ پیشکی نر بگه میشود، پیشکی نره. هذا قط، این پیشک است. هذا حمار، این خر هست. هذا حمار، آیا این خر است؟ لا هذا حصان، نه این اسب. اسب حصان میشه. حمار جمعش حمر. حصان اسب ها چی میشه؟ احصنتون یا که حصنون. دو شکل جمع داره، احصنتون یا حصنون، هر دوش درسته. ما هذا، این چیست؟ هذا جمل، این شتر است. فکر میکنم کفایه های. الله برکتتون بده، تکرار بکنه، ذخیره لغویتون زیاد کنه، با اخلاص باشه. الله برکتتون بده و توفیقتون تا در دنیا و آخرت. و السلام علیکم. گوش کنه که در باردار گاب نبده.